محکوم با شکایت مدعی العموم به 1 سال حبس تعزیری و به شکایت شاکی خصوصی به 6 ماه حبس و تعطیه کلیه اموال. باید یادم بیاد اصلا چی شد. دلم میخواد بدونم چطوری شروع شد. صفحه اول این پرونده که کجا ورق خورد. این تنها چیزیه که باید یادم بیاد. بفرمایید. سلام. شما صاحبانی اومدین؟ من به خدا بکتاش تو این جریان اصلا مقصر نیست. خواهش میکنم بفرمایید تو. براتون توضیح میدم که اصلا بکتاش تو این جریان مقصر نیست. تو رو خدا بفرمایید تو. بفرمایید خواهش میکنم. یکی اومده با بابات کار داره. خیلی ببخشید از اینکه باید منتظر بمونید. این وقت شب اتوبوس‌ها خیلی شلوغ هستن. اگه شما یکی از شریکای تاوانی هستین باید بدونین که قبول کنین شوهر من هیچ ارتباطی با این جریان نداره. ببین آقا جون، یکی میدوزه میبره میخوره بعد به پای ما بیچاره ها تموم میشه. درسته خانم، من از شرکت تاوانی بی اطلاعم. من پس ممکنه بگین شما برای چی اومدین اینجا؟ بکتاش که چیزی رو از من خیالتون راحت باشه. امر بدی در کار نیست، اتفاقا کاملا برعکس. خواهش میکنم بفرمایید. مریم مثل اینکه این آقا هیچ ربطی به شرکت تاوانی ندارن، برعکس میگن خبر خوشی هم برامون داره. انشالله که خیره. دختر خانم کار میکنن؟ نه، میره کلاس زبان صبح و عصر. همین الان برگشته. من که فکر نمی کنم این کلاس ها فایده ای داشته باشه. نه اتفاقا این کلاس ها خیلی هم مفیده. توی این دور زمانه من فکر میکنم که دونستن زبان واقعا امر لازمی. با بابام چی کار داری؟ چی میخوای بهش بگی؟ با اجازه شما این موضوع مربوط میشه به شخص من و بس. این آقا اومده با شما کار داره. با من؟ نه ترس، از طرف شرکت تاوانی نیست. سلام. سلام. بکتاش هستم. فرمایش. سالک هستم. میفهمید بشین در خدمتتون باشین. من راحتم. من وکیل دادگستری هستم. عرض کنم که خب همونطور که خدمت خانم محترمتون عرض کردم
که البته ای راستش بخواین هنوز چیزی نگفتم. منظور من از آمدن به اینجا اینه که قضیه چیه؟ میشه مثل دوتا مرد با هم بشینیم و صحبت کنیم. به دختر خانم شما مربوط میشه. منظورتو نمیفهمم. یعنی چی به اون مربوط میشه؟ ببینید من اومدم خدمت شما که تقاضا کنم اگه اجازه بدین یه مختصر اطلاعاتی در مورد دخترتون به دست بیارم. خیلی اطلاعات. چه اطلاعاتی؟ اگه شما اونو میشناسین؟ اکرم! بله. وقتی فهمیدم آقا جزو شرکت آوانی نیستن خیالم راحت شد. به هیچ چیز دیگه ای هم فکر نکردم. یک لحظه مریم با ایشون تنها نبوده. ایشون اونجا بودن، من اونجا، مریم اینجا. بازم میپرسم تو دختر من از کجا میشناسی؟ من که ایشونو نمیشناسم. همینجوری تو خیابون دیدم و تعقیبشون کردم. تعقیبش کردی؟ مردی که تو فکر میکنی دختر من از اون دختراییه که بذاری کسی تو خیابون بلندش کنه؟ نه خیر، دختر شما حتی یه نگام به من نکرد. همینجوری به راهش ادامه داد، بنده هم تعقیبشون کردم. نمیدونم چرا. همینجوری واقعا ناخودآگاه. من خیلی دلم میخواد بدون رو درباسی به شما بگم دختر شما با همه دختر دیگه فرق میکنه. اون حالت نجیب، اون حالتی که دیگه امروز متاسفانه تو جوانای دیگه نمیبینی. من حتی اسم ایشون رو نمیدونم. لابد انتظار داشتی که اون تو خونه تنها باشه و اینا. بکتاش چرا حرف تو دهن آقا میزنی؟ شما حرف نزن خانم. شایدم امیدوار بودم، ولی وقتی خانمتون در رو باز کردن میتونستم خیلی ساده بهشون بگم ببخشید اشتباه کردم، در عوضی زدم و برم. ولی ترجیح دادم با کمال شهامت و صداقت پا پیش بذارم. چشم دارم. من همون اولم فهمیدم که آقا با منظور بد اینجا نیومده. منظور که من واقعا من همین الانم نمیدونم چه منظوری داشتم و واقعا دقیقا نمیدونم. الان برای چی اینجام. ولی ببینین من به حس خودم خیلی اعتماد دارم. احساسم به من میگه که این آشنایی بیهوده نبوده. در هر صورت من از شما خواهش میکنم اگه اجازه بدین این آشنایی بیشتر جا بیفته و جنبه رسمی تری به خودش بگیره. من از شما و سرکار خانم محترمتون تقاضا میکنم اگر موافق باشین، حالا نمیگم هر روز ولی هر چند روز یه بار بیام اینجا و بیشتر شما رو ببینم، بیشتر با هم معاشر باشیم و تعهد میکنم این آشنایی در چارچوب خانم در نیوکمپ چلسی رو ببینیم. یوونتوس هم در دلالپی تورین برابر ورده برمن قرار خواهد گرفت تا شکست 3-2 دور رفت جبران کنه و بالاخره ویارئال در ورزشگاه گلاسگو رنجرز رفته بود و به تساوی 2-2 هم دست یافته بود. امشب پذیرای این تیم اسپانیایی خواهد بود. فردا شب هم در خلال همین فرمودین که 4 بازی دیگه برگزار میشه چی باشیم؟ من شهاب سالک هستم، تو دفتری وکیل کار میکنم. البته مجرد هم هستم. با پدر مادرتون زندگی میکنی؟ خیر، متاسفانه خانواده ای ندارم. پدر مادرم که سالها پیش فوت کردن. یه خونه کوچیک اجاره‌ای هم دارم. همین. خب من موقعیت خودم رو توضیح دادم. حالا نوبت شماست. از نظر ما اشکالی نداره. البته تا زمانی که مستدام سایه مستدام.
سلام آقا. سلام. خوشحالم که اشتهاتون برگشته. مادرتون تماس گرفتن. مثل اینکه نگرانتون بودن. مهم نیست. عمر ما بهتره رفته اون ور دنیا حالا رسوس شده است. یه خانم هم امروز اومده بودن دم در. اون دسته گلم برای شما آوردن. نکن. خیلی حقه شام سالک. تو بودی که من گفتیم فقط با خونه شیک و ماشین مدل بالا و هدیه گرون قیمت میتونم خودمو توی دل کوچولو جا کنم. نظریت غلط بود. چه نفتی؟ غلط. باید میدیدی امروز چه ننه من غریبم بازی در آوردم. نه مادر دارم، نه پدر دارم، نه خونه، نه ماشین. آس و پاس اما زدم وسط خار. فکر میکنم این بازی فرق میکنه. چند تا مدرک جدید گیر آوردم. این و این به اضافه این حکم جدید. چند وقت خوب سر حالی. خیلی خوب میدونم. تا کور شود هر آن که نتواند. یعنی راستاسی این بازی تازه فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ اونایی دیگه هم همین. بازم که با نمیشون که با کی کار داشتی؟ با آقای بکتاش. نیستم. شما از تعاونی اومدی؟ ایشون نیستم. بچه هاشون که هستن. بفرمایید خواهش میکنم. راحت باشین خواهش میکنم. اختیار دارید. از اقوام هستن؟ بله. ایشون سردار بکتاش هستن. حتما اسمشون رو شنیدین. یکی از فرماندهان بزرگ نیروی انتظامی. اونجا همه کارن. برادر بزرگ آقای بکتاش هستن. در ضمن پسر عموی منم هستن. سلام. آخه من و آقای بکتاش پسر عمو دختر عمو هستیم. ایشون بزرگ فامیل ما هستن. مریم جان، آقای وکیل تشریف آوردن، چرا نمیه اینجا؟ به همین دلیلم همه بهشون میگن عموجا. این عکسم یکی از عکس‌های جوونی ایشونه. خب با اجازهتون من برم یه چایی بیارم. تو خوبی؟ از اینکه به تو میگم که ناراحت نمیشی. کلاس تو کجاست؟ امروز زبان چی خوندی؟ چیزای همیشگی. یه خورده مکالمه کار کردیم. خب این که خیلی خوبه. بهترین چیز برای تقویت زبان مکالمه مستمر. یعنی تو انقدر با اون زبان حرف بزنی تا ملکت بشه. خب بذار ببینم الان تو چه مرحله‌ای هستی؟ What grade are you? I'm grade 1. What is your college address? I can't tell you. What do you think about love?
I don't believe in it. But I believe in it. Because life without love is the same as 50 without 5. خب دیگه لطفا یه جوری حرف بزنین که منم بفهمم. دوستای صمیمی هم داری؟ بعضی وقتا با این دوستای صمیمی جمع نمیشین؟ پارتی چیزی؟ بله. مگه باباش میذاره؟ بله، با این بعضی از دخترای امروزی واقعا. قربونت برم دیگه. خداحافظ. بعدم میبینم. میونت با سینما چطوره؟ سینما؟ فقط عاشق تئاتر. از بچگی علاقه داشت. تو مدرسه هم نمایش بازی میکرد. اما حالا دیگه باباش اجازه نمیده. رنگ سرنوشتمه، رنگ سرنوشتمه. میخواید گاهی با هم بریم تئاتر؟ عجب خوش غیرتی این بکتاش. یه همچه آدم من چطور تو خونش راه میده؟ هرچی از مربوط به اون تعاونیه. نیفتی تو چال آقای وکیل. نکنه اینو واسه نقشه دارن. این عموی سردار و این بکتاش غیرتی کار میدن در ستا. بدجوری از این قضیه بو شهر میاد. اینا چیه؟ مکاتبات عقب افتاده است. باشه بعد من حالا خودتون به باید تماس گرفت. اصلا سلام. خب اصلا چند روز فراموش کن. اصلا انگار کن دنیا نبوده. آره امروز چی کاره ای؟ مثل نهار آزادی؟ همیشه آزادی. خوبه دارم بهت میگم شهابا باز مثل اون دفعه نکنی. به خدا خیلی از دستت کفریم. اون دفعه تا ساعت 3 گشنه تشنه نشستم خبری ازت نشد. تلفن میکنم آقا نیستن، جلسه دارن، رفتن دبی، مهمون خارجی داشتن رفتن. تولد من نمیشه هیچی. دریغ از یه تلفن، دریغ از یه شاخه گل، دریغ از یه مبارک باشه. دارم بهت میگم این دفعه قرار بذاری نه هر چی دیدی از چش خودت دیگه. دیگه من حوصله ندارم. نه من نه تو. دیگه میرم. تلفنم بهت قرار رو فراموش کن. همه چی رو فراموش کن. خیلی وقت منتظر نشستم. میخوای کلاس که میری با تاکسی خودم بیام دنباله؟ چرا؟ چون بابام قول گرفته هیچ وقت به تو نگم کجا میرم. ما که کار بدی نمیکنی. با تاکسی میام اینجا پیاده میشی میای 10 دقیقه بعدش هم من میام. کسی هم چیزی نمیفهم. گفتم قول دادم. ببین برای یه جفت عاشق که اینجا قول قرار ارزشی نداره. درست برعکس اتفاقا خیلی قشنگ‌تره منو توی راز کوچولو تو دلمون نگه داریم. من هر کاری کنم بابام میفهمه. هر قدمی که بردارم. اینجور کارا لازمش استفاده از چند تا مأمور مخفی و پلیس و ردیاب و اینجور چیزاست. خیلی براش گرون تموم میشه. نه براش خرجی نداره. عمو جون ترتیبشو میده.
ایشون زیاد میان اینجا؟ اون اینجا زیاد نمیاد، فقط از دور مواظبه است. عمو جون میدونن که من و شما همدیگر میخوایم. کی گفته من تو رو میخوام؟ خودی جمع نبند. دهنتم چشمتم کن تو بودی زرنگی کنی بده چیزی مسخره کوچیک شدی. اونم درس کی؟ یه موسیقی مثل دیوونه این موسیقی بکتر شکر نوکر خونه داد اولاغ بهتر از تو میدونست که پول و خونه و ماشینته که کار ساده خودت تو هیچی نیست. شاب سالک هیچی نیست. هیچی، من این پرونده مهم دارم که بخوام دوباره مرورش کنم. بگو خواهش من کسی نیاد من یکم تنها شد. حتی اگه بکتاش تلفن کرد بگو ببینم جریان از چه قراره؟ تلفن خصوصی منم کنترل میکنی. کافیت نبود چند روز نبودم میخواستی دفتر رو قبضه کنی؟ حالا دیگه به دستورای من به منشیان فضولی میکنی؟ نه، من به تو اجازه نمیدم. نه به تو نه به هیچ کس دیگه. حرفا چیه داری میزنی؟ خیالاتی شدی؟ یه چیزی داری محکومم میکنی که اصلا به فکر من نمیرسه. از وقتی اومدم توی دفترت خودت بهتر از هر کس میدونی که فقط و فقط من به کار خودم رسیدم و بس. کی تاره من تو زندگی خصوصی رو دخالت کردم؟ خودم نمیدونی چقدر عوض شدی. ببین من رفیقتم. اگه کمکی از دست من برمیاد بگو انجام بدم. خستم خیلی چیزی نیست. ضمناً اگه آقای بکتاش زنگ زدن من خودم باشون صحبت کنم. اکرم دست چک من با پرونده رو من دست شما ماشین داری؟ نه خیر، تاکسی بگیرم. نه اکرم من یکی دو روز نمیام. یادتون باشه اگه کسی اومد شما از اقوام ما هستین، از منم هیچ خبری ندید. به من بگین چی شده. باشه بعدا. آقای زندگی داره از دستم یه عمر جون کرده آبرو من داری و بدبختی رو نداری. اما حالا برای خاطر یه ندونم کاری آقا چرا موضوع رو به من نمیگین؟ شاید من بتونم کمکی بکنم. ما حتی رومون نمیشه به سردار بگیم. نمیدونم چی کار کنم با این وضعی که بکتاش رفت. حتما امروز فردا همه میریزن اینجا. سلام. سلام. ببینید من فکر میکنم موندن شما تو خونه با این شرایط اصلا کار درست نیست. پیشنهاد میکنم بریم بیرون، تئاتری، جایی. تو روحیت من تاثیر میزنه. موافقی؟ نه من نمیتونم. رقابت روسیه و آمریکا در عرصه جهانی سوژه یک کاریکاتور روزنامه الوطن قطر است. آمریکا با تکیه بر اسرائیل و آژانس بین‌المللی هسته‌ای به مقابله با مسکو می‌پردازد و پوتین هم در داخل رینگ مشت‌زنی به مقابله با نماد آمریکا پرداخته است. کاریکاتور بسیار مورد علاقه است و این
همین رو زنگ بزن، بگو از شرکت تاغونی زنگ میزنی و بگو همین امشب میاد تکلیف سر میکنی. نه شام نمیان، فقط ببین همین رو زنگ بزن. ببین محکم الو کی بود؟ کجا بریم؟ هر جور میگی شما عزولک من باز میکنم. جونم حالا محسن آقا ما چند ساعت خونه نیستیم، اونها میخوان بیان. حواست به خونه باشه، دست در نکن. بریم حاضر شیم. مغرور شده و تکبر او را فرا گرفته است. کاریکاتوریست برای اشاره به مریم زود باش در جیب این نویسنده گذاشته، اما برای نشان دادن عاقبت او چاهی را قرار داده است که او چشم بسته در حال سقوط در آن است. آره باشه 2 ساعت بعد. کجا؟ سلام. از تاوانی تلفن زدن که همین الان میان. منم پیشنهاد کردم بریم بیرون. برگردید امشب کسی نمیاد یا چند روز ضرب العجب داره. پس من با عزت مرخص پیشم آوردم. اتفاقا شما باید برگردید. ناروتی میخواستی ما رو سیاه کنی و اینا؟ جان بشین. آقای وکیل شما یه جورای عجیب غریبی پاتون رو تو این خونه وا کردی، طوری که من خودم هم نفهمیدم چطور شد. فقط میدونم همینجوری بهت اعتماد کردم چون فکر میکردم صداقت. خب منظور؟ حرفمو قطع نکن. فکر میکردم صادقی و بامران، اما حالا فهمیدم همه حرفات دروغ بوده. گفتم حرف من قطع نکن. همیشه آدم زود باور و بی شیله پیله‌ای بودم، واسه همینم همیشه این اخلاق به ضررم تموم شده. اما یه شانس بزرگ تو زندگی داشتم و اونم این بوده که داداشم اصلا و ابدا اخلاقش به من نرفته. خیلی تیزه، خیلی. همین امروز به هم زنگ زد گفت داداش این یارو وکیله، خواستگار مریم رو میگم، بهت گفته یتیمه، خونه نداره. گفتم حرفمو قطع نکن. ماشین نداره، واسه دیگرون کار میکنه. غلط کرده مرتی که بی پدر. این از اون 2 دروازه 7 خطه. اولندش یه مادر داره سر و مرو گنده، الان تو کانادا پیش اون دخترشه. دومندش این آقا یعنی تو یا آپارتمان لوکس 400 متری آنچنانی داره تو جردن، خیابون امیر، پلاک 7 طبقه 8 به اضافه کلی ملک و املاک تو نقاط مختلف. و اما راجب ماشین، بنز الگانس شماره 14 به 513 ایران 22 سنت 6 تن به اسم خودشه. اینا تازه اولشه. گفتی تو دفتر یه وکیل دیگه کار میکنی؟ آره داداش من خودتی. اون دفتر مال خودته تمام و کمال، همه هم واسه تو کار میکنن. یه وکیل تو اون دفتر داری به اسم علی احمدی، 2 تا هم منشی داری به اسم آزیتا روشن و زهره تونکابونی. یه پادو هم تو دفتر داری که اسمش عزیز مرعشیه. بابا تو دیگه کی هستی؟ تو آخرشی. بینم زیرش که نمیخوایی بزنی آقای شهاب 2 در باز 7 خط.
تمامش عین واقعیت. راستش من نمیدونم چرا خلاف اینو به شما گفتم. شاید به خاطر این بوده که مایل نبودم مادرم رو تو جریانی وارد کنم که احتمالاً باهاش مخالفت میکرد. والا چی بگم؟ حتما معاشرت‌ها و آپارتمان منم زیر نظر گرفتین. تو این مدت آیا واقعا مورد غیر اخلاقی از من دیدین؟ نه، واسه همین هم هستش که الان سالم اینجایی. یعنی اگه میخواستی دور از چشم ما یه جوری با دختر ما رابطه برقرار کنی، زودتر از همه خود من میفهمیدم. به سردار گفتم ظاهرش آدم آبرومندیه، ولی نمیدونم چرا با ما رو راست نبوده. سردار گفت احمق جون این که معلومه، تا وقتی که نشون بده اوضاعش جور نیست ای زن گرفتن و میندازه عقب. اون وقت خدا میدونه تو این مدت چه نقشه هایی داره و اینا. اجازه بدین من اقرار میکنم که اشتباه کردم، ولی همش به خاطر چی بود؟ عشق. من آدم دیگه خودمو معرفی کردم، آدمی که هیچی نداره، هیچی به غیر از خودش نداره که عرضه کنه. من دلم میخواست اون به خاطر خودم منو دوست داشته باشه، نه به خاطر حالا چه میدونم مال و منال و مرتی که تو فکر کردی ما به خاطر مال و منال دختر به کسی میدیم؟ نه ببین، دختر من تا حالاشم تو زندگی هیچ کم و کسی نداشته. درسته که وضع مالیمون چنگی به دل نمیزنه، اما تا جایی که از دستمون برمی اومده از شکم خودمون زدیم و خواستهای این دختر رو ردیف کردیم. آقای وکیل اینو تو مخت فرو کن. دختر من اگر قرار باشه با کسی ازدواج کنه باید فقط به خاطر عشق باشه، اونم یه عشق پاک. اگه فکرای دیگه ای تو کلت داری بهتره که دیگه پاتو تو این خونه نذاری. نه خیر اشتباه میکنه، من فکر دیگه ای نکردم هیچ وقت. چرا همچی فکری کردی؟ ببین باید تصدیق کنم که برخلاف احساسات عمیق خودم من این جریان رو جدی نگرفتم، ولی به شما اطمینان میدم که منظور واقعی من غیر از این بوده. من رسما از شما عذرخواهی میکنم از صمیم قلب. صحبت عذرخواهی نیست، ولی خب باشه اگه دلت میخواد عذرخواهیت قبول، ولی فعلا یه مدت اینجا رفت آمد نکن. چی؟ باز فکر کنم، یعنی باید با داداشم مشورت کنم. میدونم چیکار کنم. بهش میگم آقای بکتاش واقعیتش این که من به این نتیجه رسیدم که حق با شماست. صلاح در اینه که همین الان تو همین موقعیت تا دیر نشده این رابطه قطع بشه. شایعه عالی. چیزی گفتی؟ کی من؟ آره به نظر من چیزی گفتی؟ نه اصابت با خودم بودم ها؟ بابا چقدر زنانه میمانی؟ محکمتر آقا چی فرمودی؟ هیچی بابا با خودم بودم. آقای محترم این جانب که یک ماه قبل از شما تقاضا نمودم اجازه بفرمایید به منزل شما بیایم و دختر شما رو ملاقات کنم. امروز به این وسیله رسما از دختر شما خواستگاری میکنم. برای تاریخ ازدواج یک ماه دیگر را در نظر بگیریم. عزیز بله آقا. زود این نامه رو برسون به این آدرس. چشم آقا. بودو بله بفرمایید بابا. اجازه بدیم یه دقیقه صبر کنیم. من همین الان یه نامه بلند بالا براشون نوشتم، تا چند دقیقه دیگه هم میرسه در خونتون. نوشتم قربان بهتر اول اون نامه رو بخونیم. من ازتون استدعا میکنم قبل از هر تصمیم اول اون نامه رو بخونیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ممنون نداری. احمق جون باز عجله کردی، نذاشتی اون اصلا حرفی بزنه با اون نامه مسخره. احمقانه تاریخ ازدواج رو تعیین کردی و گوشتی تو دهنش. هنوزم اتفاقی نیفتاده، اونا عقب میندازن. اصلا هنوز جهیزیه‌شو تعیین نکرد. خود من میتونم به 1001 جور بهانه عقب نمیزنم. تو این مدت هم میتونم بفرمایید. چی شد؟ چی آقا نامه رو دادیم؟ کی در باز کرد؟ یه دختر خانم؟ نه یه آقای بود، زیر شلواری هم پاشون بود. چی شد؟ چی آقا نامه رو گرفتن، گفتن که چند لحظه منتظر بمونید. خب و منم چند لحظه منتظر شدم. بعد 5 دقیقه بعد یه دختر خانم در رو باز کرد. خب بعد این پاکت رو داد که من بدم پیش شما. برو خیلی ممنون. بابام گفته که امشب بعد از شام میتونی به خونه ما بیای. خداحافظ مریم. و اما جواب ما به خواستگاری شما مثبته. مبارکه، شما از همین امشب رسما داماد ما هستید. با اون تاریخی هم که تو نامه نوشتین موافقین. البته بهتره راجع به این قضیه مادرش نظر بده. و اما ما 2 نفر مثل 2 تا مرد باید بشینیم در رابطه با ضمانت شما نسبت به دخترم با هم مذاکره کنیم. منظورم یه جور وثیقه است، یعنی یه جور ضمانت مالی. در هر حال شما وکیل هستین و بهتر از هر کسی به راه‌های سوء استفاده از قانون واردی. بفرمایید حسن استفاده. به هر حال من حاضر آماده هستم. شما هم که همه چیز راجع به من میدونید. برادرتون ماشاءالله تمام چیزای لازم در مورد من به شما گفته. من میدونم شما گرفتاری مالی داری. منظورم همین شرکت تعاونی. میتونه یه رقمی باشه که بلافاصله بعد از ازدواج یا قبل از ازدواج به عنوان ضمانت به حساب شما واریز بشه. واسه چی؟ شما فکر کردید من دخترمو میخوام بفروشم؟ نه خواهش میکنم. آقا بهترین راه اینه که من طی یه فقره چک این شما هر موقع دلتون خواست هر جا که صلاح دونستین میتونید ازش استفاده کنید. قابل شما رو ندارم. پس نظر شما اینه ها؟ بله دیگه. یعنی البته من این چکو بعداً میذارم به حساب بچه هاتون. دلم میخواد صاحب چندین و چند اولاد بشین. ولی خب وقتی که دوره بر آدم شروع باشه آدم همینطور نگران آینده شونه. مثل ما که همیشه نگران این یه نفر بودیم. شما الان مریم رو میبینید که ماشاءالله جوون و تندرست، ولی همینجور که پا به سن بذاره چاق و شکسته میشه. اینه او این که البته تاج سر برده است. ببخشید من مریم خانم موجه هستم. الان میاد. ببخشید. برگشتی؟ چقدر دیر کردی؟ کسی که مجبورم نکرده بود. اگه دلم نمیخواست نمیومد. خوشگله بابا. البته که کسی مجبورت نکرده. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. الو. بله من جای کار دارم. بله نه حالا باش. خانم یه لیوان اضافه است؟ بله امروز عمو جان قول داده بودن که تشریف بیارن ولی بعد تلفن زدن و معذرت خواستن. خب منم یادم رفت لیوانو بردار.
راستش سردار با موقعیتی که داره زیاد نمیتونه قول و قرار بذاره. کارش هم که شبانه روز نداره. بیشتر وقتایی که من و شما خوابیم اون بیداره. اصلا آقا شاه معلوم نیست اگر اون و امثالمون نبودن این ماشینه توه؟ آره خوشت میاد؟ من فقط از ماشینه قرمز از این ماشین قرمز کوچولو برای میخوام. یه ماشین کوچولو فقط برای خودت. رانندگی بلدی؟ دو بار با ماشین عموجون امتحان کردم، اما عموجون میگه من دستپاچه میشم. بهتر فعلا گواهینامه نگیرم. میگه زوده. برای من مسخره است. شما همگی کورکورانه دستورات عقاید این عموجون کذایی رو رعایت میکنید. چرا میگی کذایی؟ تو حق نداری راجع به عموجون من قضاوت کنی. تو اونو نمیشناسی. بسیار خوب. ولی حداقل برای خودتو باید عقاید من مهمتر باشه. خیلی راحت میتونی به ایشون بگی به کلاس رانندگی میری چون نامزدت میخواد رانندگی کنه. اصلا شایدم صلاح باشه من خودم شخصا رانندگی یاد بدم. ها؟ نظرت چیه؟ راستی میخوای آپارتمان من رو ببینی؟ ما میتونیم آقا یه دور با هم دیگه بزنیم؟ حالا نه. هر چیزی به موقعش. ای تو رو خب چیزی میخواستی بگی؟ میدونی چرا امشب عموجون نیومد؟ به خاطر این نبود که کار داشت. اون همیشه کار داره، اما همه چی دست خودشه. هر وقت بخواد میتونه آزاد باشه. پس چرا نیومد؟ نیومد چون اصلا مخالف این جریان. کدوم جریان؟ به تو اعتماد نداره، موافق نیست. ممکنه بفرمایید با چه چیز بنده ایشون موافق نیستن؟ من میخوام دلیلشو بدونم. چی شده؟ دلیل چی رو؟ چی بابا داشتیم با خودمون حرف میزدیم. خب شب بخیر تا فردا. یواش یواش همه میفهمن که نمیتونن منو به بازی بگیرن. درست همون موقعی که هیچ که انتظارش نداره بهشون نشون میدم که ارباب منم نه کسی دیگه. امروز صبح که خواب بودین یه مأمور اومده بود دم در. مأمور؟ اون میخواد یه نگاه مشکوکی کرد و گفت بعداً سر میزنم. سلام خانم روشن. مرسی. ببین خوب گوش کن. ببین میتونی یه اطلاعاتی راجع به شخصی به نام سردار بکتاش تو نیروی انتظامی پیدا کنی؟ آره ببین خیلی مهمه. سعی کن یه قرار ملاقات باش بذاری. ترجیحاً تو دفتر. خداحافظ. جناب سردار لطفاً به خاطر کنجکاوی من هم که شده بفرمایید به چه دلیل با ازدواج ما موافق نیستیم؟ ما با هم نامزد شدیم خلاف میل سرکار. به کوری چشم جنابالی یه جشن کوچیکی هم گرفتیم. شما چی میخواین؟ چی؟ من هیچ وقت واقعاً قصد ازدواج نداشتم؟ فقط چی؟ سردار جون تو چقدر میخوای سردار؟ آقای سالک در مورد سردار بکتاش تماس گرفتم و تحقیق کردم. ایشون یکی از مقامات مهم نیروی انتظامی هستن. با دفترشون هم تماس گرفتم. مسئول دفترشون گفتن هر تقاضا یا مسئله‌ای دارین کتباً مطرح کنید و ارسال کنید تا رسیدگی بشه. سلام. سلام. چه خبر؟ امروز یه مأمور اومده بود. مأمور باز چی؟ هیچی، گفت اشتباه اومده.
بله. مادرتونم. نیستم. شهاب مرد. تلفن اونجا چنده؟ میخوای چی کار؟ چنده؟ شما چنده؟ تا نگی چی کار داری شماره رو نمیگم. میخوام بگم ممکنه بفرمایید چرا با نامزدی ما مخالفید جناب سردار؟ چرا به جای اینکه با من روبرو بشین مأمور میفرستین؟ اونم همیشه درست وقتی من نیستم. خیلی دلت میخواد بدونی؟ بله. خیلی خوب بهت میگم. عمو جون بدبینه، چون مطمئنه که تو اصلا خیال ازدواج نداری. این دیگه شاهکاره. چی باعث شده ایشون به این نتیجه برسن؟ عمو جون میگه تو در این مورد نه با خانوادت حرفی زدی، نه تو دفتر کارت حرفی از این ازدواج زدی. حتی وقتی بهت زنگ میزنن میگی تو جلسه‌ام. هیچ وقت نمیگی پیش نامزدم هستم. غیر از این تو بهش بگو، تو بگو. خب آره به این دلایلی نه که خیلی فقط به این دلایل نیست. حرف بزن، راستشو بگو. من انقدر تو فشار نذار. ماجرا از این قراره که عمو جان عقیده دارن من نقل قول فقط میکنم، اصلا به من مربوط نیست. خب خواهش میکنم هرچی هست بگی. عمو جان گفتن این چه دامادیه که حتی یه حلقه نامزدی برای نامزدش نیاورده. فقیر فقران برای نامزدشون یه انگشتر میخرن، حتی ارزان قیمت، تا بگن مردم این دختر مال منه. راستش یکی از همسایه ها دیروز که دیده بود مریم حلقه تو انگشتش نداره یه چیزی بهش گفته بود که خجالت کشید. آخه برای اولین باری که خواستگاری میکنم خواهر مادرم که ندارم یادآوری کنم. به هر حال میشم جبران کنم. مریم خانم شما چه نوع حلقه ای رو دوست دارید؟ ولی تو فامیل ما به این رسم خیلی اهمیت میده، ولی مریم اصلا به این چیزا توجه نداره. سلام عرض کردم، من شهابم. من باید فورا مریم جون رو ببینم به خاطر اون انگشتر. خواهش میکنم که آدرس کلاس شما هم بدین، من برم دنبالش که با هم دیگه بریم بله من طرفای تجریش. بله عالیه. بله فهمیدم، گرفتم. I got it I got it I got it. ازدواج؟ من با تو ازدواج کنم؟ حتی فکرش هم خنده دار. آخه تو کدوم مهمونی کدوم مجلسی من میتونم تو رو معرفی کنم؟ ایشون همسر بنده هستن، اونم با اون لحن و رفتار مسخرت، اونم با اون عمو جونت. برای چی بدنم کردی بیام اینجا؟ چقدر بهت گفتم تو خیابون نمیتونم ببینمت. وقتی اینجا قرار گذاشتی دقیقاً دو قدمی محل کار عموتونم. یا شلوغش نکن، مامانت اینجا رو انتخاب کرده نه من. بعد عموتون رو ببینید یه سلامی عرض کنیم و بس. اتفاقا خیلی هم به سود ماست اگه ایشون رو زیارت کنیم، وگرنه همینجوری تا آخر عمر بعد مخفیانه هم دیگه رو ببینیم، حتی دیگه بعد از ازدواج. حالا مگه میخوان چیکار بکنیم؟ میخوام بریم جواهر فروشی. این عمو جون تو حتما جنون داری. تو جنون داری. حالا این جواهر فروشی کجا هست؟ هر سوار شد. من که سوار ماشین تو نمیشم، باید پیاده بریم. راش دوره، پیاده بریم نمیرسیم، میبنده. من سوار نمیشم. یا به زبون خوش سوار شو، وگرنه ببین. وگرنه چی؟ وگرنه ایشونو جریمه میکنم. به شما چه ربطی داره؟ تصمیم خودتون رو بگیرین. شما همسرشون هستین؟ خب آره. پس لطف کنین سوار شین تا حرکت کنن. لطفا شما دخالت نکنید، من هر وقت دلم خواست سوار میشم. کارت ماشین. سردار بکتاش رو که حتما میشناسید. خب آره. عموی بنده هستن، محل کارش هم تو همین خیابونه. من که خلاف قانون عرض نکردم خانم. واسه برای شما خوب نیست اینجوری تو ملای عام دیده شید. خواهش می‌کنم بفرمایید. مگه قرار نبود بریم جواهر فروشی؟ تو داری منو کجا میبری؟
صبر کن. بگو ببینم این جواهر فروشی دقیقاً کجاست؟ گاهی فکر کنم شاید به خاطر یه عوارضی یه بیماری مغزت رشد نکرده. چی؟ هیچ وقت از مردی خوشت نیومده؟ هیچ وقت. از دفعه اولی که دیدمت با کی داشتی حرف میزنی؟ اگه شیله پیله تو کار نبود با تلفن خونه حرف میزنی. خیال کردی داشتم با کی صحبت میکردم؟ واضحه با یه مرد حرف. درسته، همینطوری که تو میگی داشتم با یه مرد حرف میزدم. دیدی؟ چیزی نیست که ببینم. در ضمن همه مردم مثل تو نیستن که منظور داشته باشه. حالا اون مرد کی بود که اونطور نیت پاک داشت؟ عمو جونم. ببین اینجا چقدر شاعرانه است آخه. بفرمایید اینم انگشتر. البته فقط نگینشه، هنوز حلقه نداره. واسه همین میخواستم ببرم جواهر فروشی. واسه سوار کردن یه همچین نگین رو حلقه کلی وقت لازم. میخوای نگینی ببینی؟ چقدر با دخترهای دیگه فرق میکنه. بقیه خودشون رو با آب آتش میزنن که سوار این ابو برازه. حالا اگه یه چیزی هم واسهشون بخری که دیگه اصلا دیوونه‌ات میشن. اما تو اصلا انگار نه. این چه نگینیه؟ بلریان. اصله؟ اصله؟ این خودم اصله. این قیمت چه میدونستی؟ از کدوم جواهر فروشی خریدی؟ از جواهر فروشی معتبر. کجا؟ آدرسش تو فاکتورش هست. میخوای نگینی ببینی؟ نه ها ببین هست تو بیا. ببین چی شد؟ کجا افتاد؟ چرا مواظبت نمی کنی؟ بیرون بیرون. اگه پایین تر افتاده بود حالا پیداش نمیشد. نگاه خیلی دیر شد. خیلی معذرت میخوام. یه لحظه فکر کردم این نگینه رو کف رفتی. سرم داره دیر شد. ببخشید من یه جلسه جونه. نه اینجان خواهش بود. مامان الو سلام، خوبم. رفته بودیم جواهر فروشی. نه خیابونا شلوغه، بریم میایم خونه. خداحافظ. الان میاییم بریم آپارتمانمو ببینیم؟ نه چطوره؟ خوشت اومد از این ماشین؟ آره، حیف که فقط قرمز نیست. سلام بفرمایید. بکتاشم خونه است؟ خب من بعداً نه خواهش میکنم بفرمایید. آخه بکتاش از وقتی اومده حالش خوش نبوده یه گوشه افتاده. بفرمایید. بله بفرمایید. سلام. ببخشید. چی شده آقا جان؟ نمیدونم. یه دفعه حالم خراب شد. فکر کنم مال هواست. نه ربطی به هوا نداره. انشالله که چیزی نیست. شهاب اون نگینو به بابا نشون بده. حتما. بعدن اینو رو حلقه سوار میکنم. من که از جواهر چیزی سرم نمیشه، ولی حتما نگین خوبیه. اینجوری نگاش کن. بایدم خیلی گرون قیمت باشه. 12 میلیون تومان. 12 میلیون. گفتم از جواهر چیزی سرم نمیشه. شما داری منو دست میندازین؟ بفرمایید. اینم فاکتورش. این نگین لنگه نداره. نوع تراشش آمستردامه. نگاه کنید چه نوری داره. مثل آب صافه. مریمی
از نامزدت تشکر کردی بابا؟ حالا میای آپارتمانم؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه میترسی که بی خودی اون همه پول بالای اون نگین داده باشی؟ ترس؟ چه فکرایی میکنی؟ تازه اگه ما نامزدیمون به هم بخوره تو اونو پس میدی دیگه. اگه پس ندم چی؟ قانون حکم میکنه که اونو برگرد. ببین منو وادار به چه حرفایی میکنی؟ آخه تو چرا انقدر ظالمی؟ چرا به من رحم نمیکنی؟ از اینکه به آپارتمان من بیای ترسی نداشته باش. قول بهت میدم کاری نداشته باش. نمیتونی هم کاری داشته باشی. آیچ چه نکنه عاشق شدی؟ آخه عاشق چی انتر شدم؟ تو دیوونه ای نه عاشق. آیا عشقم خودش یه جور دیوونگیه. عاشق نیستی عاشق نیستی چرا هستی چرا چون همه چارچوباتو به هم ریخته دیگه. همه چیز تو به بازی گرفته دیگه. چی بهش گفتیم؟ دوباره ازش چی خواستیم؟ نه چیزی گفتیم نه چیزی خواستیم. من تا حالا تو زندگی دست پیش کسی دراز نکردم که این دومیش باشه. فقط امروز تو اداره بهشون گفتم با آبروی من بازی نکنی. اگه جریان رو تو روزنامه‌ها چاپ کنی اون وقت من چطور میتونم تو صورت این مرد نگاه کنم؟ اون روحش هم خبر نداره. اون وقت همکارا و قوم و خیشش چی فکر میکنن؟ اعتبارش چی میشه؟ بعد عمری شانس اومد تو خونه ما. اون وقت باید هر چه زودتر کلک این جریانو کن. خودم وکیلتون میشه. شما لطف دارین ولی من نمیخوام پای شما رو تو این قضیه باز کنم. خوبیش اینه که موضوع هنوز از اداره بیرون نرفته. تو اداره یه دفتر بازرسی هست. اونا فعلا تا روشن شدن قضیه یه وثیقه میخوان. سند ملکی خوبه؟ شرمنده میکنی. تو باید زودتر جریان رو به من گفتی و پدر تو این مدرسه نمیگفت. تو آدم خوبی هستی ولی تو زندگی خوب بودن بهش درد تو خوب نیستی؟ من نه اصلا. با همین سن و سال اینو فهمیدم که مردم وقتی میخوام بگن یه نفر خرابی ارزاست میگن چه آدم خوبیه. باز من خیلی خوبم. خیلی وقت دیگه ازم نمیخوای بیام آپارتمانت. دیگه دوست دارم تو رو تو لباس عروسی ببینم با یه روبند توری. با همون لباس میریم کانادا پیش مادرم. وقت اونجا روبند توری تو ور میدم مثل رویا مثل خواب. تو کانادا میبینمت. خیلی دیوونه.
منم مریم. فردا میام آپارتمانت طرفای 4 عصر. لحظه دیدار نزدیک است. سلام. من پول همراهم نداشتم، از آقای سرایدار خواستم پول آژانسو بده. 2 تومن بده بهش. سلام. چطوری بابتون؟ این که زیاده. نه ببین اگه کسی دادش که این دختره. چشم آقا. خیلی ما که کارمون خوب بلدیم. طبقه پایین یه جشن تولدیه. میگم رفتم اونجا. خیلی خداحافظ. خیلی گرمه. حالا خونکش اینجا چطوره؟ خوشت میام؟ تراسش باید قشنگ باشه. خود آپارتمانت هم بد نیست، اما آتشقال زیاد داره. یه عالم وقت میگیره تا گردگیریشون کنی. من اصلا به گردگیریش فکر نمی‌کردم. حالا یه دقیقه بشین من یه سیب بیارم خونکش. چاش بس خونه زشتی داری. خدمتکارت کجاست؟ جوابش کرد. واسه چی؟ مشکل داشت. خیلی گرمه. یکم هم یخ بریز. اینو میگن یه چیز حسابی. بفرمایید. اینجا چطوره؟ بقیه چیزای خونه است، مثل این فروشگاهی دمعیده که هرچی دارن میریزن وسط. البته ببخشینا. حالا دیدی تا اومدی اینجا کسی بهت حمله ور نشد؟ برو اونجا بشین خونکش. بادم اونجا بیاد. هوای گرم همیشه کلافم میکنه، مخصوصا الان که حاملم. ببخشید چی گفتی؟ گفتم این گرما عذابم میده. جدی میگم. به باریکلا. از کی حامله شدی؟ کار کی بوده؟ یعنی چی از کی؟ از تو شدم دیگه. کار تو بوده. من؟ واقعا که مسخره است. گوش کن آقا شهاب. جونم. ممکنه تو از این قضیه اصلا احساس ناراحتی نکنی، ولی بهت اجازه نمیدم با پرویی بپرسی بچه مال کیه. مگه قرار بود مال کی باشه؟ مگه به غیر از تو با کسی نبودم؟ وقت تو داری از من میپرسی که من از کی حامله شدم؟ واقعا که خنده داره. حتما خودت فهمیدی که سوالت چقدر مسخره است. ببین عزیز دل من مطمئنم تو الان نمیدونی چی داری میگی. ببینم نکنه خیال میکنی من اونقدر خرم که نمیدونم یه زن چطوری آبستن میشه. من 2 ماهه حاملم، اما چون میخواستم قبل از اینکه بهت بگم 100% مطمئن بشم. بفرما بخون. خانم مریم بکتاش جواب آزمایش مثبت. مسخره بازیات چیه؟ تو اصلا چطور ممکنه یه آدمی باشی با 2 تا چهره؟ ببخشید من میتونم از شما بپرسم تو چه موقعیتی تونستم این غلط رو بکنم؟ نمیدونم، یه مدت سرم گیج میرفت. به تو هم گفته بودم وقتی سرم گیج میرفت نمیفهمیدم دور و برم چی میگذره. البته دکترم رفتم، دکتر بهم گفت تو بیماری نسیان داری. میدونی که چیه؟ یعنی بیماری فراموشی. الانم هرچی فکر میکنم نمیدونم که چطوری اینطوری شد. فقط اینو میدونم که من توی این مدت فقط با تو بودم و بس. خیلی چیزا رو فراموش کردم. عزیز من چیزی نبوده که فراموش کنی. اصلا بگو ببینم
تو چرا تا حالا راجع به این بیماری فراموشی یا نسیان که من اصلا بهش اعتقاد ندارم به من مثلا نامزد هیچی نگفته بودی؟ تو خودت هم خوب میدونی که نامزدی ما یه نامزدی درست و حسابی نیست. دلیلش همینه که تو هنوز این نامزدی رو به هیچ کسی نگفتی. هیچ کدوم از اطرافیانت نمیدونن که تو نامزد داری. میخوای زنگ بزنی به مادرت باش صحبت کنم؟ مطمئنم که اصلا از وجود من خبرم نداره. هیچ وقتم خانواده منو به خونت دعوت نکردی. بعدش هم پیشنهاد کردی که فقط عقد کنیم و عروسی رو بندازیم کانادا. عزیزم من فراموشی دارم اما خر که نیستم. آقا خیلی عذر میخوام از شما. یه مأمور خیلی وقت جلو در این ساختمون 2 دقیقه پیش هم اومد تو، پرسیدش که یه خانوم با دامنه گشاد نیومد این تو. منم گفتم که خیلی امروز این دختر خانم ها اومدن تو این ساختمون. بعد گفتم که یه مقدار منتظر بمون، همونطور که ورودشون رو دیدی خروجشون هم میبینی. آقا حالا آقا شما منو عفو کنید. اگر این دختر خانم از پله‌های اضطراری بره بیرون، از پشت پارکینگ بره، کسی متوجهش نمیشه، اصلا کسی ایشونو نمیبینه. آقا دست درد نکنه، خواست بره خبره. خدا قربان. این مامورون پایین وایساده که سراغ تو رو میگیره. حتی سن و سال تو رو میدونه. من که میدونم تو اون عمو جونت با هم همدست شدن که یه خر گیر بیارین. اینو مطمئن باش اگه خیال میکنیم میتونیم سر من کلا بزنیم، واقعا میگم کور خوندین. من احمق بود که با چه عشقی تمام اینجا رو پر گل سفید کردم. گل سفید نشونه نجابت پاکدامنی. بیا آخه گلم شد نشونه و مدرک. جواب آزمایش ادرار مدرکه، نه گل. خب البته خیلی چیزای دیگه هم مدرکه. همسایه ما که چندین و چند بار من تو رو تو تراس خونه دیدم، مامورایی که عمو جون توی این مدت میفرستاد، حتی همین سرایدارت که من تا دم در همراهی کرد. تو خیال کردی من واقعا پول تاکسی نداشتم بدم؟ نه جونم، شاهد میخواستم، یه نفر که ببینه من اومدم تو آپارتمانت. تو که بعد اینجور چیزا رو خوب بدونی آقای وکیل، شغلته. خودتو حاضری وکیل مدافع کسی بشی که دختر بیچاره رو گول زده؟ خودت که آبرو ایست. ببینم تو راجع به این قضیه با پدر مادرت هماهنگ کردی؟ من اصلا خبر ندارم. خب خوبه خودم بهشون خبر میدم. میگم دختر نازنینتون با یه مردی که گردن واقعا که چقدر پرتی. اونا میخوام به کی نسبت بدن؟ خود اونا اول از همه میگن که درست سرکار بودی، چون میدونن که دخترشون به غیر از تو با کسی نبوده. میرم نیروهای انتظامی همه چیز از سیر تا پیاز میذارم کف دست عمو جونت. میخوام ببینم با چه روی جرأت میکنه تو چشم من نگاه کنه جواب بده. واقعا؟ بله. خب چرا امتحان نمیکنی؟ خودم بهش زنگ میزنم میگم اومدم اینجا که بگم ازت حامله شدم و تو داری میگی که بچه مال تو نیست، روحت هم خبر نداره. مگه غیر از اینه؟ بگو. نه البته که همینطوره. بسیار خوب، به خودش بگو. اونم بهت میگه که باشه نوش جونت، به همین راحتی هم از شرافت خانوادگیش میگذره. مسخره. الو، دفتر سردار بکتاش. میخواستم با سردار لزومی نداره تلفن کنی. بدونش به من خواهش میکنم. خانوم باش قبول میکنم. بچه مال من به گناه خودم اعتراف میکنم، اقرار میکنم، با تو ازدواج میکنم، بچه رو برم خودم میکنم. خوبه؟ همین رو نمیخواستی؟ پس بیا بجون، بیا. خدا میدونه چقدر بچه های قانونی هستن که نامشروعن، بچه های فراموش شده. برای من که فرق نمیکنه، با تو ازدواج میکنم، بچه رو میزنم تو شناسنامه خودم. بیا برم کن! چیه؟ چته؟ اصلا قضیه که
مطرح نبوده خیال ندارم با تو ازدواج کنم. اصلا خیال نداشتی با من ازدواج کنی؟ چرا من تو خونه من گفتی بچه از منه؟ چرا؟ چی میخوای از من دیوونه؟ چی میخوای؟ من دیوونه نیستم. خوب میدونم که بچه مال تو نیست. هر دوی ما میدونیم که من از تو حامله نشدم. ولی کافیه دهنمو باز کنم و بچه بشه مال تو. تو با پای خودت اومدی خونه ما، کسی که مجبورت نکرده بود. خیال میکنه اگه ظاهرت اونطور آقا و شریف نبود ما تو رو راه میدادیم؟ نه. ولی چه فرقی میکرد؟ از وقتی من به دنیا اومدم همیشه منتظر یه آدمی مثل تو بودیم. خیال میکنی برای چی اون همه قرض بالا آوردیم؟ برای چی اون همه سر مردم و شیر مالوندیم؟ برای که وضعمون بهتر بشه، من بتونم بگردم، بخورم، بپوشم. نه قربون، من هیچ وقت زن جنابالی نمیشم. پس از جون من چی میخوای؟ پول. یه عالم پول هست. فاحشه. میدونی بابام چی میگه؟ اگه خریداری پیدا نمیشد فاحشه‌ای هم در کار نبود. بابا میگه تو هیچ وقت اونو یه بارم سوار ماشینت نکردی، هیچ وقت یه شام هم مهمونشون نکردی. بله. تو اونو خبر کردی؟ من؟ به من چه ربطی داره؟ این کار عمو جونه. آخه عمو جونه چرا باید تقاصی یک کس دیگر از من بگیره؟ تو خیال کردی چون پولدار هستی هر کاری میتونی بکنی، نه؟ اما فکر اینشو نکرده بودی. حالا خلاف کردی، چشمت رو باید خسارتشو بدی. چی میخوای؟ بنویس. آقای بکتاش، بعضی از مشکلات خانوادگی باعث می شود که من به رغم میل باطنی نامزدی خود را با دخترتان به هم بزنم. بدین وسیله از جناب عالی و بانو و به ویژه دختر خانمتان پوزش می طلبم و تقاضا دارم اجازه بفرمایید مریم آن انگشتر نامزدی را به عنوان هدیه از من قبول کند. با اعتذار و احترام. امضا کن. پاکت. در خروجی کجا آدم توی خونه گیج میشه؟ این بازی از کی شروع شد؟ از زمانی که جناب عالی پشت در خونه ما وایساده بودین و من و مادرم توی خونه داشتیم تصمیم میگرفتیم. کجایی؟ حالم خوب نیست. زنده ای؟ مرده ای؟ نه خبری نه اثری. چی به سرت اومده؟ حالا فهمیدم. تای قضیه همون دوشیزه بکتاش. تو را همه چیز برای من تعریف کن، از سیر تا پیاز. هنوز دارم سعی میکنم بفهمم این قضیه از کی شروع شد. واقعیت چی بود؟ هیچی واقعیت نداشت. هیچی. من حامله نبودم. جواب آزمایش خواهر محسن رو بردم، نشون آقای شهاب دادم. محسن کیه؟ همون پسر همسایه‌مون. آخه خواهرش حامله بود. تو با محسن بودی؟ آره.
من و محسن از بچگی با هم بزرگ شدیم. آخه چطور ممکنه تو از آقای وکیل خوشت نیاد و عاشق پسر همسایه بشی؟ راجع به عمو جان بگو. سردار قلابی. عمو جون مرده. خیلی وقته که مرده. قبل از اینکه من به دنیا بیام. عکس خدا بیامرز عمو جون از وقتی که یادمه به دیوار خونمون بود. این فکر مادرم بود. اون روز تو روزنامه خوندم یکی از فرمانده های نیروی انتظامی اسمش سردار بکتاشه. به ما چه ربطی داره؟ ما که اونو نمیشناسیم. فقط کافیه بگیم اون با ما فامیله. اگه سردار بفهمه چی؟ همچین خواستگاری اگه از چیزی نترسه هیچ وقت با مریم ازدواج نمیکنه. شما امثال آقا شاهو میشناسید. راضی شدم. اما مگه مریم قبول کرد؟ هرچی بهش گفتم فکر این پسر محسن رو از کلت بیرون کن نکرد که نکرد. خون به دلمون کرد. حالش نشد که نشد. آخه یه کارگر ساده که تازه داره کلاسای شبونه میره چی داره برای تو؟ چی داره؟ جوونی، پاکی، صداقت. هرچی گفتم عزیز بابا. یکی یه دونه من. حرف ما رو گوش کن. سفره خالی نون میخواد نه عشق. کی دیگه میتونه برای تو انگشتر 12 میلیونی بگیره؟ اما فکرش هم نمی کردم اون انگشتر 12 میلیون بیارزه. اول یه خورده ترسیدم، اما وقتی دیدم بازون اومد و سندش هم وثیقه گذاشت یه خورده وحشت کردم، چون دیگه حالا طرفم یه آدم پولدار و هوسباز نبود، یه عاشق بود. 17 ساله فقط یه درس رو خوندم. من 17 ساله دارم فقط یه درس رو میخونم. فقط یه درس. انقدر خوندم تا خوب حفظ شدم. اونم فقط به خاطر اینکه شما از من خواستین. شما مجبورم کردین. این درس رو شما یادم دادین. حالا که خوب یاد گرفتم محکومم میکنی. سلام. با محسن آوردنمون. هرچی بهش گفتم نیومد بالا. گفت نمیتونم. از روی آقا شهاب خجالت میکشم. اگه نگاه کنی پایین شاید ببینیش. همون مأموری که همیشه میومد سراغت. نقشش خیلی سخت نبود. فقط یه یونیفرم میخواست. الانم با مأمورا اومده، ولی بی یونیفرم. ببینید نیومدم فقط ازتون تشکر کنم، بیشتر اومدم بپرسم برای چی بخشیدین. هم منو بخشیدین هم تمام چیزایی رو که باختیم. چیزی نباختم که ببخشم. چشم هم بزنی یه سالم تموم. شایدم به عفو بود. حتما قرمزه. الو الو آدم هیچ وقت نمیفهمه که داره راست میگه که داره دروغ میگه. پاکیت شده.
کی داره بازی میکنه، کی داره بازی میده، کی زندگی میکنه، کی زندگی میده، کی همه حقیقت میگه، کی یه ذره‌اش میگه. من که نفهمیدم چی شد، اما اقلا یه چیزی برام روشن شد. عشق واقعا وجود داره. حالا دیگه قطعا میدونم که وجود داره. شاید دیر شده باشه ولی این همه برد من توی بازی. مادر سلام.